اگه الان بهت بگم اینجا یه روح هست، مغزت حتما اونو میبینه، حتی اگه واقعا وجود نداشته باشه. تا حالا شده توی عکس تار یه چهره ببینی که مطمئن نباشی اونجا بوده؟ یا نیمه شب وقتی داری راه میری حس کنی یه نفر داره نگات میکنه؟ خب شاید واقعا مشکل ارواح نباشن، شاید تقصیر مغز خودت باشه. قبل از اینکه فکر کنی قرار بحث دینی کنیم یا وارد بحث متافیزیک بشیم، بذار همه چیزو خیلی علمی و ساده به توضیح بدم. یه پدیده داریم که بهش میگیم پاریدولیا. یعنی چی؟ یعنی دیدن الگو تو چیزایی که کاملا تصادفی هن. پس دیگه بهش نگو توهم. این یه خطای طبیعی مغز ما. مغز ما برای پیدا کردن الگو طراحی شده. چرا؟ چون براش نقش بقا داره، یعنی دیدن چهره‌ها، خطرها بهش قابلیت بقا میده. به خاطر همین دوست داره الگوها رو پیدا کنه. به این ابرا نگاه کن. اکثر افراد یه سگ میبینن، یا به این تنه درخت، یه صورت. حالا بذار یه چیزی بگم که ذهنت بترکه. وقتی ذهنت این الگو رو پیدا کرد، دیگه نمیتونه از دستش راحت شه و هرچی بیشتر بهش نگاه میکنی بیشتر مطمئن میشی که واقعیه. حالا این مطالبی که گفتم و بذار کنار یک عکس تار از یه خونه متروکه یا صدای پرنویز وسط سکوت شب. مغزت بهت میگه اون یه روحه، اما واقعا اینطوره؟ یا مغزت فقط میخواد از دلهره‌ای که برات به وجود اومده یه الگو استخراج کنه؟ خیلی ها معتقدن دیدن ارواح یا حتی شنیدن صداشون نتیجه ترکیب 2 تا پدیده است: پاریدولیا و تلقین. یعنی نه تنها مغزت دنبال پیدا کردن الگو میگرده، اگه بهش بگی دنبال یه روح بگرد، اون برات یه روح پیدا میکنه. حالا بریم سراغ دستگاه معروف اسپریت باکس که مجموعی از نویزها و صداهای تصادفیه. اما اگه یکی بهت بگه با دقت گوش کن، داره میگه help me، به احتمال زیاد تو هم دقیقاً اون رو میشنوی، چون مغزت دنبال اون کلمه است. پس ارواح و اجنه وجود دارن؟ شاید، ولی نباید هیچ وقت یادمون بره که مغز ما تو ساختن داستانها از هیچ خیلی استاده. برای همینه که خیلی وقتا جواب به این سوال نه هست و نه آره. پس عاقلانه ترین جوابی که به این سوال میتونیم بدیم صرفاً نمیدونمه. پس اگه تو هم دنبال فهمیدن مرز بین واقعیت و توهمی هستی که خودمون میسازیمش، تو قسمت‌های بعدی با من همراه باش تا تئوری قوری راسل رو به توضیح بدم. و اما در آخر، اگه اینجور محتویات رو دوست داری، کانال رو سابسکرایب کن تا قسمت‌های بعدی رو از دست ندی. تا دیدار بعد، بدرود. پس عاقلانه ترین جوابی که میتونی به این سوال اینه که چی؟